دوستان بس که خرابم زی غم یاریم شب، وای وای زی غم یاریم شب. عجب زنده بمانم من بیماریم شب، وای وای من بیماریم شب. عجب زنده بمانم من بیماریم شب، وای وای من بیماریم شب. کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی، کو اجل تا بخرد جانی مرا ارزانی. که به هجران تو افتاده مرا کاریم شب، وای وای مرا کاریم شب. که به هجران تو افتاده مرا کاریم شب، آی مرا کاریم شب. شبی من شد سیاه زجره رخت شم کجاست، شبی من شد سیاه زجره رخت شم کجاست. تا کند گریم بر احوال منی زاریم شب، تا کند گریم بر احوال منی زاریم شب. ای خدا گریم بر احوال منی زاریم شب، وای وای منی زاریم شب. ای خدا گریم بر احوال منی زاریم شب، آی منی زاریم شب. خواب صبحی تارو تو باشو طرب و خواب صبحی تارو، تو باشو طرب و خواب صبحی تارو. ما با اندوه غم و دیده بیدارم شب، ما با اندوه غم و دیده بیدارم شب. ای خدا کنجی غم و دیده بیداریم شب، وای وای من بیماریم شب. ای خدا کنجی غم و دیده بیداریم شب، وای وای من بیماریم شب. در عذابم ز غمان نیست خوابم ز غمان، ما چه بگم که غمت کرده
مرا خاریم شب وای وای مرا خاریم شب سخن از عشق بگو آمده یک باریم شب هم یک باریم شب درود گرمی خود را نیسارتان میکنیم دوستان عزیز. برنامه فضا است و برنامه ما با مهمانی یک نفر هنرمند محبوب، آهنگساز محبوب، نفری که واقعا هم سرمحصول است و ایجادی او در تمام کشور شناخته است. فرهاد یادینه برنامه را پیشنهاد شما میکنیم. برنامه ما با یک ترانه خیلی محبوب، ترانه‌ای که فکر کنم تقریبا 30 سال تاریخ دارد و یکی از ترانه‌های معروف ایشان هست که با همین ترانه فرهاد آدینه را در همه جا میشناسند و چنانه که پیش از برنامه گفتن هر جا روم اول از من همین ترانه را درخواست میکنن. شما را خوش آمدید میگویم و برنامه فضا واقعا برای من افتخار است و شادم که امروز در یک سفره با شما مینشینم و برنامه را پیش میبرم. اکثر هنرمندان، اکثر ایجادکاران در فصل بهار الهام ایجادیشان بیدار می شود. شاید که از دیدن گل‌های زیبا، از طبیعت معطر، از شکفتن این همه طبیعت و این همه زیبایی، شما نیز همین گونه اید؟ یعنی از دیدن فصل بهار الهام ایجادیتون بیشتر می شود یا نه؟ البته از دیدن زیبایی، عموما زیبایی دنیا را از جهالت، امی آدمی که تینتن شکلان زیبایی دیگر است و تینتی زیبا داشتن دیگر است. من فکر میکنم که همین زیبایی هست که دنیا یک رنگ دیگر میگیرد، یک ایجادی نو پیدا میشود، آهنگی نو، سرودی نو پیدا میشود، مردم بیدار میشن، کشت و کار سر آغاز میشود. همه فصل ها خوبند. زمستان به خودش مثال یک وی دارد، زیبایی خود را دارد. زیبایی خود را دارد. ببینید زمستان وقتی برف نگاه میکنیم به امو کوهستان وی، یک خیال میکنیم که یک مادر پیری موی سرش سفید نشسته است. در زمستان هم کودکان خرسندی میکنن، ایدهای زمستان هستند. بهار به خودش گلها میشکفند. تابستان با وقتی تعطیل و وقتی مثل یک جا سیاحت و وی است. تیر ما به خودش فیض و برکتی خودش دارد. اکنون ما هنرمندا وقت و ساعت نداریم. ما مثال از همه لحظه ایجاد و لحظه گرفتن الهام و وی هست و خداوند که یعنی روی کنه. ایجادکار در همه وقت، در همه لحظه زیبایی را میجوید و در همه جا زیبایی را پیدا کرده میتواند. البته ترانه‌ای که در آغاز برنامه پیشنهاد شد ترانه امشب و ما گفتیم که یکی از ترانه‌های معروف شما است. اصلا بعضی هنرمندان رو یک ترانه معروف میکنند و این یکی از ترانه‌های معروف شما است که فکر میکنم 30 سال است نه 30 سال است. مثلا ویردی زبان ها است، 30 سال است که بازخوانی میشود، 30 سال است که مردم این ترانه رو از شما طلب میکنند. میخواستم درباره تاریخ همین ترانه از زبان شما بشنوم. غزلی حیدر است، شاعری عصری 15 و اونجا چند مصرعش نرسیده بود. نزد استاد بازار صابری رفتم، بعدم در از آبم زی غمت نیست خوابم زی غمت. من چی گویم که غمت کرده مرا خار امشب، سخن از همون لحظهش ده گرفت نمیشه، داد که نمیشه. خیلی رفتیم. مثال در کدام حالت ایجاد شد این ترانه؟ در حالتی من اصلا بیشتر در خانه ایجاد میکنم. تنهایی بسیار فریادی بلند دارد. با هم تمام خاموشیش تنهایی بسیار یک فریادی بلند هم دارد. شب فریادی بلند دارد گرچنده که خاموش است. اما ما اصلا ایجادکارا همو به خودمون همی گپ زده و به همون دنیای خودمون وارد میشیم، ایجاد میکنیم و به یک از همون خاموشی ها، از همون درد ها، از همون سرگذشت ها، از همون خاطره ها و چیزی را میگیریم، از همون بعد پیوست کرده یک چیزی که ایجاد میشد. با اینجا بگم که فقط خودی من نه، با اینجا نوازنده ها هستن که فکری خودشون گپ میزنن. یک چیز الهام میکنن. اگر که میبینم که با یک مصلحت یک کسی، یک نوازنده خوب است، البته فکری اینا رو در نظر گرفته در یک جایگی ما یک چیزی مشخص میسازیم و مردم پیشنهاد میکنیم. شما یک فلسفه عجیب رو گفتید، تنهایی آرامی صدای خاصه خود را دارد. که تنهایی عجب درد است، داد از دستی تنهایی. واقعا و جای دیگر میگن که تمام جاده ها فریاد خاموشی است.
سکوت از منبری انبوهی ناآرام میگیرد. واقعا анаму гирияи баланд ҳам ҳаму доду фарёди баланд ҳам дар ҳаму хомӯшӣ аст. واقعا خسته نباشید و دنیای ایجادکار یک دنیای عجیب است. من فکر میکنم که شخص ایجادکار از شخصان دیگر به کلی فرق میکند. احساسش، دیدش، جهانبینیش، درکش کلان یک شخص دیگر است. چی گویم آدم‌ها ایجادکار بینیده با خودشان گپ زده در همون فکر و خیال خود و یا در دیگر دنیا درک نمیکنن که در نظرشان آدم است یا که از یک جا میگذرن اصلا احساس نمیکنن. یعنی دنیای ایجادکار چگونه گفتم عجیب است. بسیار دنیای زیباست. واقعا با دنیا وارد شدن بسیار زیبا است. از کجا درک کردید که همین یک احساسی مثلا آوازخوانی احساسی میدونی او آوازهای بدن که اونا تن نمیشید و احساس نکدد مگر ممکن است همین سرودای مثال مقدس نبی و دوست مراد علیف نگینه روپو و ظفر نازیم همینا را میشه و همین برنامه حساب نادیده گرفت و گوش نکرده. روزها گوش میکردم. من فرزندی تاجیکم. روزها حتی گوش میکردم یا که آواز احمد ظاهر هنر موسیقی را عموما میشود که همین پایمال کرده و وای کرده. موسیقی حرمت موسیقی به حرمت مادر برابر است. یعنی بعضن وقت گوش دادن به همین گونه آهنگ‌های والا، به همین گونه ترانه‌هایی که واقعا هم جاویدانند انسان رو تحریک می‌دهد و راهش را معین می‌کند و اون نفرانی که ایجادکار هستن راهشان رو به همین وسیله پیدا می‌کنند. البته یک راه در زندگی یک کار سبب میشد. مثال ایجادکاری من فکر میکنم نه تنها در همین موسیقی و چیست. بله. مثال همین مصوری خوب حرارت آفتابه همون آفتابه با حرارتش درونی رسم میداره. و شاعر ما آهنگی که آهنگا بسیارن ولی ما آهنگی را دوست میدارم که درونش گرمی داشته باشد. از حد زیاد گرمیش سال بلندتر. تابستانی که ها چقدر آفتابش سوزان است کو انمو خیلی آهنگ میخوام ایجاد کردم. تشکر زیاد و همین گونه یک آهنگ گرم دیگر نیز دارید که حالا پیشنهاد بیننده ما میسازه. آهنگ اکنون متن از هر جا گرفتیم از روبویی خلقی پیوست کرده گاه مصروش از خودمون نوشته گاهش از کسی پرسیده و همین خیل هم یک با یاردم هم دیگر یک ترانه ساختیم. و من مشتاقم بیننده ما مشتاق است و ما یک جای این ترانه را میشنویم. بفرمایید. جانم پری جان زیدم بالی تو ایران سراغت رو گرفتم بر کوی و بیابان. پری جان زیدم بالی تو ایران سراغت رو گرفتم بر کوی و بیابان. از این خانه به آن خانه از این کوچه به آن کوچه زیدم بالی تو میگردم پینامی تو میگردم. از این خانه به آن خانه از این کوچه به آن کوچه بالی تو میگردم پینامی تو میگردم. تا تو را پیدا کنم دلم آرام گیرد میترسم من از اون روز تو را ندیدم میرم. تا تو را پیدا کنم دلم آرام گیرد میترسم من از اون روز تو را ندیدم میرم. شبی باران میشم در ابری بهاری شبی باران میشم گر چشمی خماری شبی حیران میشم گر چشمی خماری شبی حیران میشم. برخیزی روی بو منی زار پی پیدو برخیزی روی بو منی زار پی پیدو آقا
آواره به شهر دل فگاران میشم آواره این شهر دل فگاران میشم پری جانم پری جان ز دنبال تو حیران سراغت را گرفتم بر کوی و بیابان از این خانه به آن خانه از این کوچه به آن کوچه ز دنبال تو میگردم به نام تو میگردم تا دلم پیدا کنم دلم آرام گیرد میترسم من از آن روز تو را ندیدم میرم قدر من هازی تا کی به هوس‌های دلم میبازی تا کی به هوس‌های دلم میبازی بگذار مرا که در کنار باشم بگذار مرا که در کنار باشم آخر منی گل چرا نمیشی راضی آخر منی گل چرا نمیشی راضی پری جانم پری جان ز دنبال تو حیران سراغت را گرفتم بر کوی بیابان از این خانه به آن خانه از این کوچه به آن کوچه ز دنبال تو میگردم به نام تو میگردم تا تو را پیدا کنم دلم آرام گیرد میترسم من از آن روز تو را ندیدم میرم تشکر زیاد واقعا هم یک ترانه جذاب و شیرین بود که از شنیدنش لذت بردیم. این ترانه رو که ایجاد کردید؟ اینم خیلی وقت شده. اگه باز با کار کردی نو تکمیل دادید؟ با تکمیلی نو تکمیلی خودی گروه اینا بود پیشنهاد مردم شد. با معروف ترین هنرمندان تاجیکستان همکاری داشتید و معروف ترین هنرمندان تاجیکستان آهنگ های شما رو زمزمه کردند. مثلا نگینه رؤوفова معروف ترین ترانه‌هایش ترانه‌هایی که واقعا هم امروز زمزمه میکنن بازخوانی میکنن مال شماست. یکی از ترانه‌ها ترانه وعدت را انتظارم آهنگ شما است و یک چندین آهنگ‌های دیگری که شما برای نگینه رؤوفova ایجاد کردید. فخرالدین ملیک و دوست مراد علی واقعا هم و بعضی هنرمندان مثلا با ایجاد آهنگ بعضی نفران در پس پرده میمانند. یعنی مالی آنها کاری آنها چندین نفران را معرفی میکند چندین نفران شناخته میشوند و همینطور آنها پس پرده میمونند. مثلا کارگردان ها رو ما اگر به نظر بگیریم آنها فیلم میآفرند و فیلم های آنها چندین نفر هنرمندان را ستاره میکنند به قوله ولی خودشون در پس پرده میمونند و فکر میکنم آهنگسازان نیز همین گونه هستند. بسیار مردم نمیفهمند که همون نقشی که اکتور در همون فیلم بازی میکند و چقدر خونی جیگرش کارگردان ریخته است. یک نفری که مثلا تمام مسئولیت یک فیلم بر عهده او مثلا کارگردان است و پس صحنه و یا که آهنگ همین گونه است. مثلا تمام مسئولیت یک آهنگ برداشت یک آهنگساز است. محبوبیت یک آهنگ به آهنگساز وابستگی دارد. چگونه میآفرد؟ فرقت جان من فکر میکنم که ایجاد سهمی هم است. اینا ببینید اگر که ما درست است که سهمی هم است. همه در این مثلا شعر نباشه در چی می نویسیم آهنگ؟ درست است. من حرف شما درست است که مثلا برای کارهای ایجادی مثل فیلم مثل ترانه آفریدن سهمی بسیاری ها میرسد. آوازخوان نباشه ولی یک نفر است که برای همه این تشبث میکنه. یک نفر است که این همه چیز رو مثلا سرجم میکنه و این مثلا کارگردان هم همین است که مثلا راهبری میکند یک گروه رو یا که آهنگساز است که یک گروه رو راهبری میکند با مثلا مطربان همکاری میکند. بیاد از همون یعنی که همین زنجیره همین یک دایره به خودش یک مرواریدهای خوبی را یک حلقه کرده گرفته است و هر یکی اونها بسیار شرط و ضرورند. مثلا آوازخوانی خوب
کاری خود مهندسی آواز ثبت میکند، واقعاً. تکمیلگر تکمیل میدهد موسیقی را، مثلا نوازنده خوب او را مینوازد. بعد تکمیلگر از همونها گرفته با و چیزی که نمیرسه با دروجه با خودش رفته همراه خرید میکنه با دروجه میمونه بس میسوزه. هم قریب 360 ترانه آفریده. زیادتر. عجیب. از کدام سال شروع کردید با آهنگ ساختن؟ بعضی شاعران مثلا در خوابن ساعت 1 شب است، ناگهان الهام ایجادی میاد، میخیزن چراغ رو روشن میکنن و مینویسن و فکر میکنم ساعت نداره و فکر میکنم آهنگسازان نیست همین گونه در خوابن، یگان آهنگ در مغزشون پیدا میشود در حال چراغ رو روشن میکنن و در ثبت میکنن آواز رو. همین گونه است. این خیلی شام میشه. برای که مثلا بعضا در خاطرات میگیری میگردی همون چیزا. شما به خاطر باور دارید؟ بعضا در خاطرات میگیری بعد فراموش میکنی. بعد چند ماه پس همون خاطرات باید که بیدار میشد برمیگرده همون چیز به یادت میرسه. برای که بسیاری مثلا ایجادکاران به این باورن که هیچ وقت به خاطر باور کردن لازم نیست. به هر حال هر وقتی که مثلا الهام ایجادی اومد، یک مثلا غایه در مغز سر پیدا شد، در فکر پیدا شد، باید جای قید کرد، جای ثبت کرد که مثلا در وقت لازمه باز با اون برگشت. همین دفتری ثبت ما استودنت بودیم، بعد مهربان نظرف ما را نظر علمی درس میدادن، بعد میگفتن که بعضا چیزای همین ویا یک دفتری خاطره کنید نویسید. چند سالها میگذرند و شما همون ورق میزنید بعد بسیار و یک خاطره چندین خاطره را با بیدار میکنید. درست. مثلا بعضا وقت وصیت میکردن یک چیزی رو در یک وقت مینویسی، اون وقت نظر نوگیر است، بعد چند سال به اون برمیگردی میبینی یک شاهکار است، یک چیز خیلی جالب است، تکمیل میدی. همین گونه آهنگ ها بودن که شما یک اون وقتی مثلا ایجاد کردید و برایتون پسند نامد، ولی بعد چند وقت دیدید که یک کار خیلی زیبا است و اون برگشتید. بعضا من میشد که ایجاد میکنید در نظر خودت هم قد خوب میتوه، از سحر گوش میکنی هیچی نیست و کور میکنیش میاد. عجیب. واقعا جالب است وقتی با یک نفر ایجادکار اصیل صحبت میکنی، از دنیایش واقف میشوی، از کارش واقف میشوی و واقعا از صحبتی که امروز با شما داشتم و دارم واقعا لذت بردم و فکر میکنم باز هم یک دردانه دارید، یک ترانه دارید که پیشنهاد بیننده ما میسازید. نصیب. چه ترانه است؟ دل را به غم شکستیم، غیر تو دیده بستیم، بیا به خانه دل در انتظارت هستیم. عجیب. غم ها را شکستید دیگه. خیلی یک سرودکی رقصی است. را به غم شکسته، غیری تو دیده بسته، بیا به خانه دل در انتظار دسته. باز بیا دل برم بر سری بالین من، دستی نوازش نما با دلی غمگین من. چه کشایی بکن ای گلی نسرین منه، میرو محبت به من یاری پریزاد کن، میرو محبت به من یاری پریزاد کن. عاشقی آواره را ای غم بگیر آزاد کن، عاشقی آواره را ای غم بگیر آزاد کن. در دلی آزردم، عشق تو هم در زدم، رفتی از ما چرا دامنی خود برزدم، رفتی از ما چرا دامن خود برزدم.
باز به یادی رو خر مرغی دلم پر زده آتشی هجرانی تو ای دلی من سر زده آتشی هجرانی تو ای دلی من سر زده از منی دل سوختم بار دیگر یاد کن از منی دل سوختم بار دیگر یاد کن عاشقی آواره را از غم بگیر آزاد کن عاشقی آواره را ای غم بگیر آزاد کن کناری هم بمانه غم بدل نمانه لطیفه های شیرین و گوشی هم بخوانم بخوانم و بار دیگر درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا رو ادامه میدیم. یادآور میشم که مهمانی برنامه ما فرهاد یادینی هستند که با ترانه های جذاب خود به برنامه ما رنگ دیگر بخشیدند و حضور شما رو بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر. بیشتری هنرمندان، بیشتری آهنگسازان اول متن رو پیدا میکنن بعد آهنگ میسازن، ولی آهنگسازانی هستند که اول آهنگ میسازن و مجبورند که پیش یک مثلا ترانه نویس روند و در داخل اون آهنگ باید ترانه بنویسند. شما سوال دادید که بیشتر بیشتر بیشترش از همون شعرها آهنگ میوند. همین شعر خودش یک کانی آهنگ است. واقعا ما رنگ گیولوگوری بعد اونجا میکوبیم کسی از چیزی یابد یک معدنی یابد از اونجا، ولی اصلا آهنگسازا برای آنها با شاعرانی ترانه نویس هستند. اما مثلا بعضی آوازخوان‌ها ترانه‌هایی رو پیشنهاد میکنن به مثلا آهنگ‌هایی رو اصلا به ترانه نویسان پیشنهاد میکنن که به شیوه به وزنی مثلا شعر تاجیکی درست نمیآید. بعضا همین گونه مثلا آهنگ‌هایی هست که نمیشود در داخل آن مثلا متن تاجیکی را جو کرد. در این کار همین استاد احمد ظاهر بسیار شاهکاری کرده است. ای گل زار من باغ و بهار، این آهنگ سیگانی است. سیگانو میخوندن اخیه یا تغییرات در این وارد دیگر اشکم مره دراگی دلیه گفتم میخوندن که میگه ای آه سحر گاه تو آخیر سر بر. در کتابش آهنگ احمد ظاهر نوشته. این سرودی انگلیسی است به فکرم. بله. اصلا همین گونه کارا مثلا احمد ظاهر هم همین گونه بوده، مثلا از آهنگ‌های غرب، از آهنگ‌هایی که مثلا هندو و از این چیزا آمیخته می‌کردن. بسیار خوب می‌کرد. بسیار درست رفتار می‌کرد. واقعا هم یکی از محبوبیت‌های فکر می‌کنم احمد ظاهر هم همین بود که شرق را با غرب آمیخته کرد. فرخ جان با کار خیلی است که مثال 100 آهنگ خوبم باشد در به زبان هندوگی، کسی میخواد همو آهنگ به زبان فارسی گوش کند که در همین جاده احمد ظاهر بسیار یک کاری موفق شده است، به یک درجه نایل گشته است. برای شما آوازخوانی مثلا راحت تر است یا که آهنگ ساختن؟ هر دوش هم مشکل است. هر دوش هم مشکلات و برای چی اگر که اپاراتور نغز مثال دستگاه خوب ماندگی باشند، میکروفون سرود تیار باشه، مردم در زل آزاده و روشن و زیبا گرم نشسته تر گوش کنن و قرصک و سرود بعد که صحنه در برآمدی وقتی پیش مردم انبوه مردم ده باید مردانوار دیگه ما این در نوار دیگه خیلی میخونیم. در صحنه ما دیگر آدمم. صحنه آزادی های دیگر داره، حرکت های دیگر داره. وقتی که با یک هنرمند، با یک نفر ایجادکار صحبت میکنی لذت میبری، چون با دنیای او، با آهنگ های او، با آفریده های او، با دنیای زیبای او آشنا میشوی. همینجا آهسته آهسته به فرجام امروزه فضا هم رسیدیم. برنامه جالب بود که پیشنهادی بیننده تلویزیونی سفینه شد و با کارهای ایجادی شما، با فعالیت من بعده شما من برار میخواهم بگذار که همیشه همین گونه پر انرژی، همین گونه در حرکت، همین گونه آهنگ‌های زیبا بیافرید، نه تنها برای خود، برای تمام هنرمندای تاجیکستان. و بگذار که ترانه‌های شما باز هم از مثلا زبان هنرمندان محبوب صدا دهد. و من سپاس میگویم از نام گروه ایجادی به شما،
خاصتا به مطربانی که امروز با نوازش فارم خود به برنامه ما رنگ دیگر بخشیدن و همه شما رو من خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. اینجا منبر شما هست، برنامه فضا منبر شما هست و هر نفری که قابلیت زنده سراییدن رو دارد اینجا میتواند که هنر خود را پیشنهادی مردم تاجیکستان کند. و تشکر. فکر میکنم که در انتهای برنامه یک ترانه دیگر دارید. باز یک ترانه دیگری هست، یارش و گرای. خب تشکر. و دوستان عزیز همینجا رسیدیم به انتهای برنامه امروزه فضا. به شما روزگاری خوش و زندگی آسایش‌تر را تمنا دارم بگذار که همیشه بی‌غم باشید و به زندگی شما درد را نیابد. اینجا باز هم یک ترانه دلنشین پیشنهادی شما می شود. یارش مگرای لبهاش شکرای پری جان در بخشا که دلم پشتی داره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره یارش مگره یارش مگره لبهاش شکره لبهاش شکره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره یارش مگره لبهاش شکره یارش مگره لبهاش شکره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره ای دور سیاهی میکنه چشمانت مانندی صدف سفیدی دندانت یک بوسه بیده تو ای لبی خندانت ثواب سرت زکات ایمان دو جانت یک بوسه بیده تو ای لبی خندانت ثواب سرت زکات ایمان دو جانت یارش مگره یارش مگره لباش شکره لبهاش شکره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره یارش مگره لبهاش شکره یارش مگره لبهاش شکره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره پری جان در بخشا که دلم پشتی داره
کی خونی جیگرم ریخته ای با عینکی غم خاکی مرا بخته ای بارانی 200 ساله نشوید هرگیز این گرد و بلا را که انگیخته ای بارانی 200 ساله نشوید هرگیز این گرد و بلا را که انگیخته ای یاریش بگره یاریش بگره لبها شکره لبها شکره پری جان در بکشا که دلم پشتی دره پری جان در بکشا که دلم پشتی دره یاریش مگره لبها شکره یاریش مگره لبها شکره پری جان در بکشا که دلم پشتی دره پری جان در بکشا که دلم پشتی دره